وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که تا 27 سپتامبر در جمهوری در اساس نقشه پیش بینی شده 2,398,703 شهروند بر ضد بیماری کرونا ویروس کووید 19 حداقل یک وای واکسن را گرفته 1,740,682 نفر علاقه هر دو وای واکسن را گرفتند. بنا به اطلاع وزارت نقشه واکسن نزنی در پایتخت شهر دوشنبه علاقه 104% اجرا شده است. طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهن‌شوی بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان از 3 ایول واکسن ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس برای همه شهروندان از 18 ساله بالای مملکت حتمی بوده. واکسن به شهروندان مملکت طریق رایگان گذرانیده می شود. طبق نقشه ملی باید بیش از 5.8 میلیون ساکنان از 18 بالای تاجیکستان واکسن بگیرند. برای این تقریبا 12 میلیون وای واکسن لازم است. تاجیکستان دو امروز نزدیک 5 میلیون وای واکسن وارد کرده است. همه این واکسن ها به تاجیکستان به طور رایگان توسط برنامه کوواکس که هدفش تامین عادلانه همه کشورها به واکسن ضد پاندمی است داده شدند. با این حال از 13 سپتامبر به این طرف اینک بیش از نیم ماه باز وزارت تندرستی اثبات می‌دهد که در کشور یگان حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس آشکار نشده است و یگان بیمار کرونا ویروس نیز باقی نمانده است. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 24 سپتامبر در تاجیکستان رسما 17,084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16,953 نفر از این بیماری شفا یافته، 124 نفر متاسفانه فوتیدند. وزارت تندرستی شام 13 سپتامبر وقت بار اول بعد 21 ایون خبر آشکار نشدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اثبات میداد، گفت چاره‌های اندیشیده حکومت به ویژه معرکه واکسن زنی سراسری اهالی کلانسار تاجیکستان باعث شد که پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان به نیستی رسانیده شود. بسیاری‌ها به ایده‌های وزارت تندرستی درباره به نیستی رسیدن پاندمی در تاجیکستان با شبهه نگاه می‌کنند و می‌گویند هرچند وسعت دامنه بیماری نظر به تابستان کاهش یافته است ولی هنوز به حدی نیست که از کاملا نشدن پاندمی در جمهوری تبل شادی بزنیم.